سلام به همه شما عزیزان و همراهان خوبم. امروز یکی از معروفترین و برجسته‌ترین رمان‌های تاریخ ادبیات معاصر کشورمون ایران رو براتون آوردم. کتابی که هم شاعرانه است و هم تلخ. سمفونی مردگان اثر عباس معروفی که داستان یه خانواده است که هر کدوم ساز خودشونو میزنن ولی آخرش همه صداها با هم یه سمفونی غم‌انگیز میسازن. سمفونی مردگان در اصل داستان یه خانواده از هم گسیخته ایرانی از سال 1313 تا 1355 در اردبیل رو روایت میکنه و در درجه دوم تقابل و رویارویی دو برادر با باورها و شخصیت‌های متفاوت. آیدین برادر بزرگتر که شخصیت محبوب در سمفونی مردگان داره به تحصیل، کتاب خوندن و سرودن شعر علاقه داره، اما با مخالفت پدر زورگوش مواجه میشه. آیدین مدام با پدرش تو کشمکشه. پدرش دائم با آیدین مخالفت میکنه و سد راه اون و آرزوهاش میشه. برادر کوچکتر اورهان متعصب و منفعت طلبه. میخواد که راه پدرش رو تو تجارت دنبال کنه. مادر خانواده زنی منفعل و فرمانبردار از پدره، اما مدافع آیدین هم هست و براش دل میسوزونه. آیدا خواهر دوقلوی آیدین، دختری کم حرف و ظریفه. آیدین هر چی که میگذره خودشو تنها تر میبینه و به دامن کتابهاش پناه میده تا اینکه دیگه نمیتونه زورگویی پدر و برادرش رو تحمل کنه و به همین دلیل خونه رو ترک میکنه و تو زیرزمین یک کلیسا مخفی میشه. آیدا پس از ازدواج و ناکامی که براش به وجود میاد خودکشی میکنه. البته این خانواده یه عضو دیگه هم داره، یوسف، بزرگترین پسر خانواده، که متاسفانه در جریان حمله روس‌ها و در حادثه‌ای دچار معلولیت شده و زندگی نباتی داره. آیدین پس از اینکه از خونه فرار میکنه و به کلیسا میره، عاشق دختر مسیحی زیبایی به نام سرملینا یا همون سرمه میشه. اونها بعد از گذشت 2 سال با هم ازدواج میکنن و اینجاست که آیدین با خبر میشه که خواهرش خودسوزی کرده و به همین دلیل به خونه برمیگرده. همزمان اورهان هم هرچی که میگذره پا جای پای پدرش میذاره. غم از دست دادن خواهر باعث میشه که آیدین مدتی پیش خانواده‌اش بمونه و پیش پدرش مشغول به کار بشه. اما بعد از مدتی پدر خانواده هم فوت میکنه. پدر که وصیت کرده همه چیز بین دو برادر به صورت مساوی تقسیم بشه، آیدین موظف میشه که به عنوان پسر بزرگتر طبق وصیت پدرش عمل کنه. اورهان که خودش رو صاحب اصلی اموال و حجره و سایر مایملک پدرش میدونه، از هر مخالفت و دشمنی با برادرش فروگذار نمیکنه. با وجود دشمنی‌های اورهان، آیدین به خاطر عشق به سرملینا به زندگی امید داره تا اینکه مرگ سرملینا چراغ قلب آیدین رو هم خاموش میکنه. او حالا ناامیدتر از هر زمان دیگه ایه. اورهان که قبل از این یوسف رو هم به قتل رسونده، این بار به کشتن آیدین فکر میکنه. اون هم به این دلیل که باخبر شده آیدین دختری 15 ساله داره که ممکنه مدعی ارث و میراث بشه. به خاطر همین به تحریک ایاز پاسبان تصمیم میگیره آیدین رو به قتل برسونه. اما تو میانه راه احساس گناه دامنگیرش میشه و رهاش نمیکنه. در نهایت اورهان در حالی که به سمت شورابی که در میون برف‌ها هست رفته و گرگ‌ها محاصرش کردن، به درون آب میره و غرق میشه. سمفونی مردگان روایت خانواده ایرانیه که توی این شهر در مرحله گذار از سنت به مدرنیته است و همینطور روایتگر فضای حاکم بر روشنفکرایی که تو دهه‌های 1320 تا 1350 زندگی می‌کردن. تو این شرایط از یه طرف سنت و خانواده که یکی از نمادهای جامعه سنتیه در حال فروپاشیه. انگار چیزی کهنه داره از بین میره اما چیزی نو زاده نمیشه و جای اون رو نمیگیره. و از طرف دیگه فضای سیاسی و اجتماعی به سمتی میره که افراد کتابخون، روشنفکر و دیگراندیش در تنگنای بیشتری قرار میگیرن. آیدین نماد این قشر روشنفکر و پدرش نماد سنت و استبداد. توی یکی از صحنه‌های کتاب پدر به کمک اورهان کتاب‌های آیدین رو به آتش میکشن. خونه یا همون وطن برای آیدین شبیه زندانه. نویسنده گسست نسل‌ها در میان خانواده و پدر و فرزندان رو با عدم تبعیت فرزندان از پدرشون نشون میده. بچه‌ها نه تنها نمیخوان راه پدر مادر خودشون رو ادامه بدن، بلکه میخوان راهی رو انتخاب کنن که 180 درجه با اونها تفاوت داره.
این اختلاف حتی تو وضع لباس و ظاهر اونها هم دیده میشه و در عقیده و ثروت‌اندوزی و جهانبینی هم این اختلاف نمایانگره. مرگ توی این داستان حضور پررنگی داره. توصیف مکرر مرگ و گورستان بیانگر نابودی و سکوت تو جامعه است. جامعه‌ای که با مرگ ارزش‌های اخلاقی به مرده‌ها می‌پیونده. البته این فروپاشی همراه با رویش جدیدی هم نیست. لحظه‌ای که پدر نوشته‌ها و شعرهای آیدین رو میسوزونه، در واقع ایده‌های روشنفکر ایرانی سوزونده میشه و این یعنی مرگ آینده و مدرنیته‌ای که متولد نشده. درسته که این گونه معروفی مرگ رو به تصویر میکشه، اما در سمفونی مردگان بوی امید هم به مشام میرسه. امید این که آیدین‌ها بتونن بر اورهان‌ها پیروز بشن و به زندگی ادامه بدن. در پایان داستان هم میبینیم با اینکه آیدین حال و روز خوبی نداره، اما دختر 15 سالش به نام المیرا امیدبخش زندگی اون میشه. المیرا میتونه راه پدر رو ادامه بده و نوید نسلی باشه که اوضاع براشون مساعدتره و در راه رسیدن به هدفشون موفق ترن.